از مهندسی شیمی تا تجهیزات آزمایشگاهی. سلام، امیدوارم حالتون خوب باشه. من مهدیم. یه دونه رشته خفن دیگه آوردیم با یه مهمون خفن‌تر. خانومه؟ من آنیتا، خیلی خوشبختم، خیلی خوشحالم که در شرف شما قرار دارم. رکاب. خب چطوری، خوبی؟ قربانت. مرسی که دعوتمون رو پذیرفتی. این قسمت راجع به رشته و فعالیتایی که تو داری مثلا انجام میدی میخوایم صحبت کنیم. خانم آنیتا بریم. خب در ابتدای بیوگرافی از خودت بگو. من متولد شهریور 79 هم. دانشگاه آزاد علوم تحقیقات رشته مهندسی شیمی خوندم. سال 97 ورودیم به دانشگاه بوده و تقریبا یه 6-7 ماهیه که فارغ التحصیل شدم. به شیرینی. بعد کارت چیه؟ چیکار می‌کنی؟ تجهیزات آزمایشگاهی. الان توی یه شرکت بازرگانی فروش تجهیزات آزمایشگاهی کار میکنم دیگه و در کنارش آنلاین شاپ دارم. باریکلا. چی میفروشی؟ تبلیغ کن بیان بخرن بچه. تجهیزات موبایل، اکسسوری موبایل، قاب، گلاس، کاپ، از اینجور چیزا. بسیار عالی. خب قسمت اولی که میخوایم صحبت بکنیم در رابطه با اینی که اصلا چی شد رفتی رشته ریاضی، چجوری کنکور دادی و این کار حرف. والا حقیقتا این بودش که خب من حفظیاتم افتضاح بود، یعنی اصلا هیچی رو نمیتونستم حفظ کنم، پس انسانی کلا کنسل. تجربیام هیچ علاقه‌ای به زیست نداشتم، پس میمونه ریاضی دیگه. با حذف گزینه رسیدی. دقیقاً. شما این کارو نکنید. خب ببین رتبه چند شد؟ رتبم اگه اشتباه نکنم هولوش 9000 بود. واقعی دیگه یا واقعی. مثلا نه از ریال به واقعی. تومن تبدیلش کردی؟ نه واقعی. خب بعد زدی مهندسی شیمی و علوم تحقیقات قبول شد. آره، اولین گزینه دانشگاه آزادم مهندسی شیمی و علوم تحقیقات بود که دقیقاً همون اولین اولویت هم قبول شدم. کسی بهت گفت مهندسی شیمی خوبه؟ راستش من خالم پلیمر خونده بود و کلا اون تو زندگی الگوی من بود، سر همین تصمیم گرفتم که حالا نه جدا از این حرفا علاقه هم داشتم بهش، یعنی تا حدود زیادی به شیمی علاقه داشتم، واسه همین مهندسی شیمی یه رو انتخاب دیتایی کردم. کسب کرده بود. آره، ولی اشتباه میکردم چون فکر میکردم مهندسی شیمیه، ولی اونقدری که فکر میکردم ریاضی شیمی بود. آره. خب قسمت بعدی میخوایم وارد رشته تحصیلی بشیم که تو رفتی مهندسی شیمی. مهندسی شیمی رو مثلا در حد 20 ثانیه بخوای توضیح بدی چی میتونه باشه؟ ببین میتونم بهت بگم که یه ترکیبی از تمام مهندسی هست، یعنی تقریبا از همه مهندسی ها درس توش هست. خیلی جامع بود. خیلی جامع بود. خب نه مثلا تو درسایی که تو دانشگاه داری مثلا مرتبط میشد به فیزیک، به شیمی؟ عموما بیشتر ریاضی و فیزیک بود، بخش عمدهش ریاضی و فیزیک بود. شیمی شاید بهت بگم اگر که ما بیشتر از 12 واحد شیمی پاس نکردیم دروغ نگفتم، یعنی بیشترش ریاضی بود. نمیدونم یه درس مثل کنترل فرایند، طراحی راکتور، میدونی بیشتر مهندسی پروسسه، یعنی در واقع تو روی اون فرایندهایی که توی شیمی اتفاق میفته نظارت و مهندسی میکنی. یعنی یاد میگیری بعدش بیایی مثلا چجوری گازوئیل و نفت و اینا تو تولید نه، بازم میگم اون تولیده بازم میشه کار یه شیمیست نه یک مهندس شیمی. یه جورایی مثلا طراحی اون راکتوری که علمش رو به دست میاری که اون راکتور رو چجوری طراحی کنی، یا کلا میگم حالا توی زبانهای دیگه به مهندس شیمی میگم مهندس پروسس، مهندس فرایند. این اسم شیمیه به نظر من اسم اشتباهیه چون خیلی ربطی به شیمی نداره. گولت زدن. آره. بعد چه سطح سختی داشت این رشته؟ آسون بود؟ اصلا ببین واقعا از تصورات من خیلی سخت در بود. حالا اینجوری نمیگم که اگر کسی میخواد بخونه یه وقت پشیمون بشه علاقه داره به این رشته و اینا، ولی اینو بدونید که اولا لطفا قبل از اینکه این رشته رو انتخاب کنید راجبش تحقیق کنید، ببینید که چه درسایی داره، چون من با تصوراتم خیلی فرق داشت. و اینکه رشته سختیه، خیلی پشتکار میخواد، خیلی باید توش درس بخونی، روک و راست بگم نمیتونی شب امتحان بخونی پاس کنی. بعد خب این سختیه میگذره، بازار کارش چی میشه هست؟ تو به عنوان یه دختر بگو که تو 6 اومدی بیرون دنبال بازار کارش رفتی. خب ببین به عنوان یه دختر که کلا دخترها
سخت‌تر از پسرها به عنوان یک مهندس میتونن توی این جامعه کار کنن. این شما چیزی که- فمینیستی؟ نه خب نه حالا واقعا حقیقته. شما شوخی قبول می‌کنم. نداری؟ چرا چرا نه ولی بازار کارش، ببین اگه پارتی داشته باشی خیلی راحته، جدی؟ رو راست بهت بگم، و درآمد خوبی هم داره اگر که بتونی توی شرکت‌های بزرگ کار کنی. از اون طرف هم خب ایران کشوریه که یک عالمه منابع نفت و گاز و اینجور چیزا داره، پس رشته خوبی میتونه باشه، ولی به این راحتی ها نمیتونی اون جایی که باید و اون مقدار پولی که باید رو دریافت کنیم. این چی میگم؟ یعنی به این راحتی نمیتونی تو اون جایگاهی که مناسبت باشه قرار بگیری. بدو هم اومدی بیرون نمیتونی بری مثلا اصلا استخدام شی و اصلا. اینا، برای یه من چیزی یاد الان بگیر. خودم حالا این 6-7 ماهی که گذشته که هیچ، قبلش هم دنبال کار بودم، ولی به این راحتی ها نمیشه کار پیدا کرد توی این رشته. میدونستی این فیلد یکی از پولسازترین حالا فیلدهای کاریه و بازارهای جهانیه؟ آره میدونی دلیلش چیه؟ دلیلش اینه که تو خودت میتونی انتخاب کنی که توی کدوم یکی از این چیزهایی که توی این رشته یاد گرفتی شروع به کار کنی. مثلا یه مثال ساده بخوام واسط بزنم، ما توی دانشگاه نرم افزاری یاد میگیریم به نام هایسیس. تو اگر این نرم افزار رو بری به صورت خیلی مثلا جامع یاد بگیری، میتونی فقط بشینی پشت سیستمت و با هایسیس شبیه سازی انجام بدی و کسب درآمد خیلی خوبی داشته باشی. ولی خب به شرط اینکه علاقه داشته باشی به اینکه بشینی از صبح تا شب پای سیستمت، حالا یا توی یه شرکتی یا توی خونت بشینی پای سیستم و شبیه سازی انجام بدی. خب به آنیتا مثلا این حالت رخ میده که تو مثلا بفرستن بری یه پالایشگاه توی شهر مثلا مرزی کار کنی؟ آره. خب ولی دخترا میرن؟ بازم همین مسئله اینجاست که تعداد، مثلا فرض کن اگر که 100 نفر استخدام کنن برای این قضیه، شاید یکیشون دختر باشه، شاید. اصلا این قضیه که مثلا دخترها رو بفرستن حالا شهرهایی مثل چابهار مثلا، آفرین چابهار اسمش یادم نمیومد، که مثلا برن اونجا بخوان توی پالایشگاه کار کنن، بالا سر پروژه باشن یا چیز، خیلی کمه. من یه مؤسسه‌ای هایسیس میرفتم جدا از دانشگاه که اون استادمون دقیقاً توی یکی از این پالایشگاه‌ها کار میکرد و میگفتش که اصلا خیلی کم میبینیم، شاید مثلا در سال 1 بار ببینیم که یه خانومی اعزام میشه به اونجا برای اونا فکر کنم پشیمون میشن. دقیقاً. یه دست کو میده برای راکتور. خب مهاجرت این رشته، حالا ما چیزی که پرسیدیم بود که آلمان، فرانسه، هلند، اتریش، کانادا و کلا کشورهای صنعتی خب شرکت خیلی بزرگی هستن مثل شل که خب استخدام میکنن و فکر میکنم برای مهاجرت مناسب باشه این رشته. آره خیلی رشته، اتفاقا یکی از دلایلی که من این رشته رو انتخاب کردم همین بود که میدونستم برای اپلای کردن یه رشته مناسبیه و خیلی از کشورها مثلا پذیراش هستن، پذیر دانشجوی مهندسی شیمی هستن. آلمان رو میدونم که خیلی خوب دانشجوی مهندسی شیمی میگیره، ولی خب قطعا یکی از شرایطش اینه که حداقل چیزها رو علمش رو داشته باشی دیگه، سربازی رفته باشه مثلا. آره. خب بعد تو برنامه داری مهاجرت کنی؟ پیگیر شدی؟ والا برنامهش رو به اون صورت که بخوام جدی پیگیرش کنم نه، ولی یه گوشه اون پس ذهنم دارم که شاید 4 تا قدیمه میدیدیم گفتن چند وقت دیگه دارم میرم. آره. خب بعد جایگاه اجتماعی رشته چطور میبینی؟ مثلا توی جنگ بگن چی خوندی بگی مهندسی شیمی مثلا اینجوری کنی هست؟ نه دیگه. چه خیلی سوالیه؟ معمولی. آخه نه واقعا هست. مثلا من دیدم مثلا طرف فوق تخصص مثلا قلبه، مثلا میگم فوق اون تخصص. فرق میکنه. اون میدونی چقدر درس خونده پشت کنکور مونده تا تونسته بره تو اون رشته، ولی آخه الان اینجوریه که دیگه همه دانشگاه آزادو میتونن یه مهندسی بخونن دیگه. البته بگم علوم تحقیقات جزو دانشگاه آزاده که این حالت رو نداره. حالا ایشون آره، داره میگه قبول مثلا دارم. شاید از دانشگاه بعضی از سراسری شهرستان زودتر پر بشه. خب یه سری سوال ازت میخوام بپرسم، بعد میریم حالا راجع به قسمت‌های دیگه زندگیت میخوایم صحبت بکنیم. سوالات کوتاه راجع به مهندسی شیمی. مهندسی شیمی یه جا استخدام بشی چقدر حقوق میدن؟ خیلی بستگی داره به اون این که چند تا دونه‌ای که مثلا طرف پدر علم مثلا شیمی ایرانه، مثلا اون نه، افرادی که مثلا 2-3 سال مثلا وارد بازار کار شدن چقدر میگیرن؟ بین فکر میکنم 20 تا 25. بعد دستمزد نمیدن فکر کنم. نه. خب
این فیلم برای سرمایه گذاری خوبه؟ نظر شخصیمو بگم؟ بله. نه. نظر شخصی من هم همینه، توضیح بیشتر نمیدم. خب آنلاین شاپ بزنیم یا بریم شرکت مهندسی کار کنیم؟ برید آنلاین شاپ بزنید ولش کنید. من نظرم این نیست. خب شرکت مهندسی کلا برای کار کردن خانم ها سختن؟ نه. یعنی اوکیه مثلا مشکل نداره. خب اون پالایشگاه که خب همون میشه دیگه، میفرستن نه یه جایی. شرکت مهندسی با پالایشگاه فرق میکنه. دفترهای تهران و اینها منظورت. آره. خب چه سختی به عنوان یه دختر در فیلد مهندسی شیمی میبینی؟ اصلا سخت نبوده فکر کنم. سختیش پاس کردن درسا بود. اگه بخوای برگردی عقب باز شیمی رو انتخاب میکنی؟ نه. اگه بگن میتونی بری پزشکی بخونی، کنکور نشته باشه میری؟ نه. اگه بخوای بری یه رشته دیگه چی میری؟ شاید معماری. کلا حال نکردی با رشته‌ای که اومدی دیگه؟ ببین نه اینکه حال نکردم، دوستش داشتم، یعنی رشته‌ای بود که واقعا جذبم کرد، ولی چند تا مشکل داشتم توش. اول اینکه تو دوره تحصیلی من خورد به کرونا و دروغ چرا من تو دوره کرونا نمیتونستم درس بخونم به 1001 دلیلی که حالا شاید شماها بهتر از من بدونید، ولی شاید اگه میخوندم و مثلا پیش بودم راحت تر میگذشت واسم این چند سال دانشجویی. یکی از موارد این بود. یکی دیگه این که بازار کارش واقعا عجیبه، میدونی یه حالتی داره که درک کردنش سخته، نمیفهمی کیو استخدام میکنن. هنوز مشخص نیست. آره پارتی من بیشتر. نفهمیدم حداقل، اگر کسی میدونه کامنت کنه. خب نکته بعدی اینه که خب این راجع به رشته تحصیلی که تو خوندی، بعد دیدی این حال نکردی یا درآمد نداشت، حالا هر چیزی استخدام نشدی، 2 تا فیلد وارد شدی، یکی حالا آنلاین شاپ زدی، یکی هم تجهیزات پزشکی. چقدر از اینا درآمد داری؟ ببین حدوداً جمعاً بگم یا جدا جدا؟ جدا بگو مثلا اولش چطور بود، چقدر درآمد ببین میرسی؟ آنلاین شاپ یه چیزیه که اوایلش سخته و اوایلش درآمد نخواهی داشت به این راحتی ها، ولی بعدش اگر بتونی خوب کار کنی تا ماهی 50-60 تومن هم میتونه درآمد داشته باشه. حالا واسه من که حقیقتا اونقدر نیست، ولی داره مثلا ماهی 10-15-20 رو داره مثلا تو 47 در میاری مثلا. ایدیمو کاش اینجوری بود. بعد تجهیزات پزشکی چی؟ تجهیزات پزشکی هم که من کارمند محسوب میشم دیگه، حقوق کارمندی. یعنی صرفا وارد اون شرکت شدی که یه حقوقی بگیری و استخدام باشی؟ تقریبا میشه اینجوری. خب بعد نباید کسی که مهندسی پزشکی خونده بود میومد اونجا؟ نه ببین چون کار جاتون عوض فروشه. شده. کلا کارمند مسئول آره فروش. کار فروشه. خب بعد سوال بعدی که وجود داره اینه که مثلا مهندس شیمی راست نمیتونه مواد و بمب تولید کنه؟ نه نمیشه. اون کار شیمیسته، بازم میگم ما شیمیست نیستیم. درسته. مهندس شیمی بازار کارش واقعا خوبه یا پاشیم بریم دنبال شغل آزاد؟ ببین میگم بازار کار خوبی داره اگر که بتونی استخدام شی، یعنی بازارش جوریه که اگر بتونی توش استخدام شی خیلی میتونی خوب پول در بیاری. دنبال پارتی بگردیم به نظر. آفرین دقیقاً. تا حالا شده تحویلت بگیرن یه جا بگی شیمی خوندی؟ به جز استادام تا حالا کسی بهم نگفته مهندس. خب فضای کلی دانشگاه آزاد آقا این تا چطور میبینی؟ مثلا خیلی مثلا صحبت میکنن میگن او بهتره اصلا میخوای برید آزاد اصلا بهتر ندی، یا مثلا دانشگاه آزاد میگن هیچی یاد نمیدن. ببین مهدی همونجوری که خودت گفتی علوم تحقیقات یک مقداری با بقیه دانشگاه آزادا محیطش فرق میکنه. علوم تحقیقات اینجوری بودش که یه سریا واقعا دنبال درس بودن و شاید حتی از بچه‌های سراسری هم بیشتر درس میخوندن، ولی یه سریا هم نه، فقط اومده بودن که یه نمره‌ای بگیرن و یه 10 بگیرن و برن. بازم همه چی بستگی به خودتون داره، یعنی محیطش هست که شما بخوای اگر درس بخونی اون محیط براتون فراهمه. مخصوصا دانشگاه ما استادای خیلی خوبی داشت، واقعا استادامون جزو بهترین استادای ایران میتونم بگم هستن، ولی بستگی به خودتون داره که بخواید درس بخونید یا فقط دنبال این باشید یه مدرکی بگیرید. خب این تو ورود به بازار کار تاثیر نداره؟ مثلا بری یه جا بگی من علوم تحقیقات بودم بگن نه تو رو استخدام نمی‌کنی؟ به نظر من نه هیچ تأثیری نداره، چون کسی که بخواد واقعا یک نیروی درست استخدام کنه مصاحبه میکنه و تواناییاتون رو میسنجه.
پس تأثیری نمیتونه داشته باشه که شما سراسری خونده باشید. ببین نمیگم هیچ تأثیری نداره ها، شاید همون لحظه اول که داره رزومت رو میبینه، مثلا ببینه نوشتی شریف یا نوشتی مثلا علوم تحقیقات، یه تأثیری توی ناخودآگاهش حتی بذاره، ولی به اون صورت نه. اگر که توانمند باشید اونقدر اهمیت نداره. خب من به طور کلی دانشگاه آزاد من اسم میکنم استاد بدی نداشته باشه، فضای بدی هم نداشته باشه. حالا ارزش مدرکش هم خیلی دیدم با دانشگاه آزاد مهاجرت کردن رفتن و فکر میکنم اینکه اگه ما نتونستیم تو کنکور مثلا یه دانشگاه دولتی قبول شیم، نمیخوام بگم فرقی نمیکنه دانشگاه تهران مثلا با علم و صنعت با مثلا دانشگاه آزاد تهران جنوب، اما میخوام بگم که خب معنیش این نیستش که دیگه ما دیگه نابود شد این مسیر راهی که داریم میریم. قطعا همینطوره، قطعا. منم نمیگم فرق نمیکنه، چرا فرق میکنه، ولی اصلا اینجوری نیستش که تو فکر کنی حالا من اگر مثلا رتبم 3 رقمی نشد تموم شد دیگه قرار نیست هیچ وقت موفق بشم. نه، من اصلا همچین چیزی رو قبول ندارم. شاید اصلا حتی تو آدمی باشی که بری دانشگاه با رتبه 3 رقمی، بری یک دانشگاه سراسری بسیار خوب، رشته‌ای که مورد علاقته بخونی و وسطش بفهمی اصلا مال این کار نیستی، استعفا بدی و بیای بری دنبال علایقت. بعد جو دانشگاه آزاد چطور میبینی؟ جو درس خوندن داره یا مثلا جو مثلا آره بیشتر؟ داره. ببین اینجوری بودش که ما دقیقاً مثلا من چند تا اکیپی که توی دانشگاه میشناختم، یه سری هر روز کتابخونه بودن، یه سری هر روز قهوه خونه بودن. قهوه خونه که کافه مثلا. حالا من فکر میکنم تا مثلا افراد که وارد دانشگاه میشن، حالا مثلا 20 سالگی که میرسن، خیلی دیدگاهشون نسبت به دنیا عوض میشه، نگم جامعه و رشته و اینها، و شاید مثلا تو ترم 3-4 حس کنه که من قرار نیست تو این رشته به جایی برسم و خود این باعث میشه درصدش شه. یعنی شاید خود دانشگاه باعث نشه که این بیکار شه، خود اون فرد کم کم حس کنه. بعد خب اونورم هست، مثلا تو میری دانشگاه شریف رتبه تک رقمی کنکور بغل دستت نشستن، مثلا ممکنه به دانشگاه آزاد ببینی مثلا همه تو یه رنجن دیگه، مثلا کسی رتبه 2 رقمی نبوده که بیاد مثلا علوم تحقیقات بخونه. ولی به طور کلی من فکر می‌کنم یه تعداد دانشگاه آزاد مثلا تو مهندسی‌ها کیفیت خوبی دارن. از این عبور کنیم. خب اگه یه پیشنهاد مالی بهتر بشه تجهیزات پزشکی رو ول می‌کنی میری رشته خودت یا کلا نمیری رشته خودت؟ نه، من رشتم رو دوست دارم، کار توی رشتم رو هم دوست دارم و قطعا اگر که بتونم توی رشته خودم کار کنم میکنم این کار، یعنی حتی اگر که درآمدش از این کمتر باشه. یعنی صرفا این موضوعی که بازار کارش در دسترس نیست باعث شده تو سمت آنلاین شاپ و اینا بری؟ ببین آنلاین شاپ رو نه، چون آنلاین شاپ رو هم دوست دارم در کنار حالا به عنوان شغل دومم داشته باشم، ولی آره به عنوان شغل جایگزین برای تجهیزات پزشکی قطعا انتخاب اولم اونه. یعنی خیلی حال نمی‌کنه با صرفا اینکه استخدام شدی وارد شدی. خب یه سری سوالات داریم که حالا باید بینشون انتخاب بکنی. فرض کن مثلا میتونی بری یه دانشگاه بهتر درس بخونی، حالا دانشگاه علوم تحقیقات دانشگاه خوبیه، ولی خودت انتخابت چیه، آزاد یا سراسری؟ آزاد. میخوای توضیح بدی چرا؟ آره چون من آدم سراسری نیستم. ببین همه چیز این نیست به نظر من که تو یه دانشگاه خوب خفن درس بخونی یا مثلا بگی که من شریف درس خوندم. تو باید خودت رو در سطح دانشگاه شریف هم بسنجی، ببینی آیا آدمی هستی که مثلا روزی 12 ساعت، حالا نمیدونم من دانشجوی سراسری نبودم که بدونم بچهای سراسری چقدر درس میخونن، آیا آدمی هستی که 12 ساعت در روز بشینی درس بخونی و از تفریحاتت و اینجور چیزات بزنی به خاطر درسه؟ من این آدم نبودم. بسیار عالی. ازدواج یا شغل برای هر دختر کدوم انتخاب میکنی؟ مثلا که دوست داری زودتر ازدواج کنی یا دوست داری شغل انتخاب کنی؟ شغل. خب شغل تخصصی با درآمد معمولی، شغل غیر تخصصی ولی پولساز؟ سوالت یه ذره عجیبه واسم. خودم هم برام عجیبه. آخه تخصصی نه به به طور نظر من مثال هر بهت شغلی میگم، تخصص میخواد. نه به طور مثال تو مهندسی شیمی خوندی، تو یه چیزی بخوای تخصص داشته باشی مهندسی شیمی اولشه. حالا آنلاین شاپ، تجهیزات پزشکی یا کارهای دیگه هم میکنی اوکی، ولی تو برای این تحصیلات آکادمیک پیدا کردی و اگه بخوایم لفظ تخصص رو بیایم تو اینو تخصص داری. مهندسی شیمی مثلا مای 20 میلیون بهت بدن، آنلاین شاپ مای 200 میلیون در بیاری. فکر کنم آنلاین شاپ.
اصلا میگفتی مهندسی شک می‌کرد. درس خوندن برای آگاهی یا درس خوندن برای پول؟ چه سوالای عجیبیه. برای آگاهی. خب نه مثلا فکر کنم 17 سالته بهت گفتن میخوای بری یه رشته درس بخونی، هیچ وقت به شغل و پول نمیرسی، باز هم دوست داری بری اون فیلد رو ببینی. من خودم به شخصه این سوال جواب دادم و رفتم عمران خوندم، صرفا دوست داشتم برم عمران بخونم، فکر کنم خیلی باحاله و باحالم بود واقعا. نه من حاضر نیستم. پولو تو اولویت بالا. خب غیر از این بگم مگه دروغ نیست؟ نه من اصلا دروغ نداره، تو هر چی دوست داری، من نظر دیگه ای دادم، تو نظر شخصی خودتو میدی. خب ترجیح میدی دختر خیلی زیبایی باشی با تحصیلات کم یا ظاهر معمولی داشته باشی با تحصیلات بالا؟ گزینه 2. اوکی. حس میکنی مسیری که اومدی خانم آنیتا درسته؟ چی رو اصلاح میکنی به 5 سال پیش برگردی؟ هیچیو. همینو میای؟ ببین شاید این رشته رو نخونم، ولی به نظر من این آدمی که امروز هستم با همین اشتباهاتی که تا امروز کردم شدم این. واسه همین احتمالاً هیچی رو عوض نکنم. یعنی فکر کنه اشتباهاتی، نگم اتفاقاتی که رخ داده آدم بهتری ازت ساخته؟ منو ساخته. حالا بهتر و بدترش رو اطرافیان باید بگن، نه من میگم بد. خب این مسیر رو پیشنهاد میدی به کسی؟ همین مسیری که خودت اومدی الان یه اگر نفر داره علاقه میبینه. دارید بهش آره واقعا تحقیق کنید راجبش، بازم تاکید میکنم. خب یه حالا دختر یا پسر 15 ساله ازت میپرسن که بریم درس بخونیم مهندسی یا بریم ناخونکار شیم به طور مثال یا آنلاین شاپ بزنیم؟ بستگی به شخصیت اون آدم داره. میدونی یعنی مثلا اگر که آدمیه که از درس فراریه، خب نه قطعا بره ناخونکار بشه. ولی اگر کسیه که نه فرار نمیکنه از درس خوندن، درس بخونه. چون به نظر من دیگه واقعا کارشناسی رو همه باید داشته باشن دیگه، مدرک کارشناسی. چرا باید داشته باشن؟ باید نه، ولی نمیدونم نظر برای شخصی شب خواستگاری که بگیم نه بعد بابا. ولی دیگه به نظر مثلا میدونی یه جورایی بی سواد محسوب، نظر شخصیمه ها، واقعا نمیخوام توهین کنم به کسی، اصلا این قصد رو ندارم، ولی به نظرم بی سواد محسوب میشی تو این جامعه اگر که زیر کارشناسی داشته باشی. مطمئنی مدرکی تو گرفتی؟ چه ربطی داره در پروسه گرفتنشم؟ خب به نظرت علم بهتر یا ثروت؟ ثروت. خب بهترین رشته ها رو باید بگی. خب بهترین رشته از لحاظ جایگاه اجتماعی فکر میکنی کدوم رشته از جایگاه اجتماعیش خیلی خوبه؟ بهترین رشته از لحاظ مهاجرت؟ سخت شد. خود فکر میکنی مثلا دور نگاه کردی فکر میکنی چرا مثلا رشته‌ای بریم میتونی راحت مهاجرت کنی؟ به نظرم رشته‌های مهندسی کلا همشون راحت تر مهاجرت میکنن تا بقیه رشته. راحت فرق مغز. علاوه درآمد کدوم رشته بهترینه؟ به نظرم معماری. معماری درآمدش. خب بذار این سوالو نپرسیم که پسرای کدوم رشته. خب دوست داری همسایت چه رشته خونده باشه؟ فرق نمیکنه فرق پول داشته باشه. دوست داری بچه چه رشته‌ای بره؟ راستش دوست دارم هنری باشه رشتهش. بعد تشویقش میکنی یا هولش میدی؟ این با هم فرق میکنه. تشویقش میکنم. اگه بگه مثلا میخوام درس نخونم، گفتی زیر لیسانس بی تشویقش سواد محسوب میشه. نه ببین این نظر شخصی منه، قرار نیستش که بچه‌م هم مثل من فکر کنه. میدونی چی میگم؟ درست. خب در آخر بخوایم یه حالا صحبتی داشته باشیم در رابطه با کلا رشته‌های مهندسی. اگه باز هم این شرایط رو ببینی که تو جامعه هست که حالا چه بازار کاری دارن، به نظرت باز برگردیم عقب، فکر میکنی مثلا باز این مسیر رو باید بیای و بر بازار کارش بجنگی؟ آره. میدونی اگر مهندسی شیمی نمیخوندم، حالا گفتم شاید معماری میخوندم اگر برمیگشتم به عقب و اینا، ولی اگر مهندسی شیمی نمیخوندم شاید تا آخر عمر حسرتش به دلم میمون که من مهندسی شیمی رو دوست داشتم و نرفتم ادامش بدم و ببینم تهش چیه. ولی امروز راضیم چون چیزی که دوست داشتم و اومدم و تا تهش ادامه دادم.
خب یه سری فیلدها هم داریم برای اینکه به مهندسی شیمی نمره بدیم. تو از 1 تا 10 علاوه مهاجرت چند بهش میدی؟ 9. از لحاظ درآمد؟ 10. علاوه بازار کار؟ 6. علاوه سختی تحصیل، هر چی سخت‌تر باشه نمره کمتری میگیره. مثلا سخت‌ترین رشته 1 میگیره. 3. جایگاه اجتماعی 7. بعدی نیست مثلا تو جمع. آره. خب مرسی که مهمون ما بودی. سرتم مرسی شلوغ شما. بود، افتخار دادی اومدی. اگه سخن پایانی داری، فکر کن حالا یه فردی این مصاحبه رو دیده دوست داری مثلا یه نصیحتی هم این وسط بکنی، چی میگی؟ حالا من در جایگاهی نیستم که کسی رو نصیحت کنم، ولی برید دنبال علایقتون. حالا مهم نیستش که درس خوندن، هنر، اصلا کلا هر چی، کار کردن. تو میتونی یه بیزنسمن یا بیزنس وومن موفق باشی بدون اینکه درس خونده باشی. برید دنبال علایقتون. خیلی لطف کردی.